سوختاری شدیدی ماشین بنزینکشان در ناحیه اسماعیلی سامانی. امکانیتی نسبتاً ارزان برای مهاجران تاجیک پیدا شد. قطار مسافربری کلوب ولگاگراد به راه برآمد. باز یک انبار لوازمات جنگی روسیه ترکید. نیروهای ویژه افغان از جانب اوکراین می جنگند. ماشین بنزینکشانی تمغه کم است که به جمعیتی دارای مسئولیت محدودی سارا آیل تعلق داشت در نزد آشخانه دولت‌ها واقع در جماعت دهات چاربدی ناحیه اسماعیلی سامانی به سبب‌های نامعلوم آتش گرفت. در یک مدت کوتاه علنگه آتش به آشخانه رسیده بینا را پوره به کام خود کشید. در این حادثه مدهش یک کارمند نقطه فروش سوزشواری جوان 28 ساله هلاک شد و 2 نفر دیگر را به بیمارخانه بردند. احوال یکی از جراحت برداشتگان را که ساکن 42 ساله جماعت دهاتی خرنگانی ناحیه ورزاب می باشد و 92% اعضای بدنش در این سوختار سوخته است، دکتران وزنین ارزیابی کردند. سردار بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ورزاب حادثه رخ داده را تصدیق کرده گفته است مقامات حفظی حقوق سبب سر زدن سوختار را تحقیق می کنند. امکانیتی نسبتاً ارزان برای مهاجران تاجیک پیدا شد. ارتباط بین روسیه و تاجیکستان توسط قطارهای مسافرکش که از ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس قطع شده بود، دیگر باره برقرار گردید. شب 16 اوگوست از شهر کلوب تاجیکستان قطار مسافربر به راه برآمد و روز جمعه 19 اوگوست به شهر ولگاگراد روسیه رفته می رسد. قطار نخستین از 13 واگن و از 600 جای نشست عبارت بوده نرخ سفر در واگن پلاتسکارد 1410 سومانی را تشکیل داد. روزهای 27 اوگوست و 7 سپتامبر به سمت ولگاگراد از دوشنبه و خوجند نیز 2 قطار دیگر به کشاندن مسافرها آغاز می کنند و فروش چیپته ها به این 2 خط سیر نیز الکی شروع شده است. همچنین مسافران روانه روسیه از ازبکستان و قزاقستان نیز می توانند در راه به این قطار سوار شوند. وزارت دفاع روسیه خبر داده است که امروز 16 اوگوست تخمیناً ساعت 6:15 به وقت مسکو در حدود شهرک مایسکای در نیم جزیره کریم که از جانب روسیه غصب شده است، در انبار لوازمات جنگی ترکیش و سوختار به عمل آمد. یادآور می‌شویم که روز 9 اوگوست در پایگاه نظامی ساکی در شهرک نوفیداروفکای نیم جزیره کریم که این منطقه هم شامل کشور اوکراین بود و جانب روسیه غصب کرده شده است، یک سلسله ترکیش‌ها رخ داد. هواپیماهای جنگی روسیه از این پایگاه هوایی برای بمباران ولایت‌های زاپاروژیه، نیکولایف و خرسون استفاده می‌کردند. به اطلاع رسانه خبری اربک نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف گفته است که برخی از جنگیان سابق واحدهای عملیاتی ویژه که افغانستان را ترک کرده بودند به صف گروه‌های مسلح در اوکراین پیوستند و مقابل روسیه می‌جنگند. کابولوف ذکر کرده است که این زرخریدان به خاطر پول هم به گروه دیش و هم به فاشیستان اوکراینی پیوستند. به گفته دیپلمات تعداد جنگاورانی از افغانستان فرار کرده تقریباً 110,000 نفر را تشکیل می کند و آنها تا حال منتظر اجازت ورود به ایالات متحده هستند، اما به نظر چنین می رسد که هیچ کس نمی خواهد به آنها اجازت دهد. اینچنین کابولوف نگرانی خود را از خطری به اوکراین فرود آمدن 100 عدد هواپیما و چرخبال‌های گفت که سال گذشته به ازبکستان و تاجیکستان فرار کرده بودند.